اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی وفقنی لما تحب و ترضی. در این جلسه از جلسه پاسخ به پرسش های دوستان و یکی از نامه هایی که ارسال شده است پاسخ خواهم گرداند. چند تا نامه هست که حالا فرصت نیست به همه اش پاسخ بدهم، در فرصت های دیگر انشالله به اون سوال ها نیز پاسخ خواهیم داد. اما چون این پرسش مهم است، این جلسه را اختصاص به پاسخ این سوال اختصاص میدهم. یک برادری به نام عبدالله قبلا هم 3 یا 4 تا نامه فرستاده بودند. نامه ایشان کمینه لازم ندیدم به اونها پاسخ گردانم، چون تحقیر بود، اهانت بود، سخنان رکیک و زشت داشت. قرار نیست اینجا به هر اهانت و تحقیر پاسخ داده شود که. اما اخیراً یک چنین به این مضمون نامه نگاشتند که من عین آنچه را که نوشته‌اند میخوانم، سپس به پاسخش خواهم پرداخت. ایشان میگویند چرا به نامه‌های ما جواب نمیدهید؟ اگر مرد باشید جواب دهید. شما میترسید و ترسانچک هستید. اگر نمیترسیدید جواب میدادید. مرد و مردانوار تقیه نکرده عقیده اتان را گویید. شما شیعه هستید، اما میدانید که تاجیک ها شیعیان را دوست ندارند. برای همین شما عقیده اتان را آشکارا نگفته خودتان را یک سنی حنفی نشان میدهید. اگر مردید، مسلمانید، به این نامه ما در ویدیو کلیپتان جواب دهید تا تاجیکان چهره حقیقی شما را بشناسند. این نامه ایشان. چشم برادر، قبلا هم تحقیر و اهانت و اینا نداشت نامه های شما پاسخ میدادم من. برادری عزیز، در ابتدا عرض کنم که کمینه از هیچ کس بجز خداوند متعال ترس و هراس ندارم. تقیه هم نمی کنم. تقیه یعنی اینکه انسان از ترس جانش عقیده اش را کتمان کند، پنهان کند. بنده که از کسی ترسی ندارم، چرا من پنهان کنم؟ این اولا. و ثانیا، مراد شما از سنی بودن یا شیعه بودن چیست؟ ببینید، آنچه در ذهنی شما و چی بسا در ذهنی بیشتری دوستان از این دو واژه خطور میکنند این است که شیعه یعنی کسانی که در ایران زندگی میکنند، یعنی مناطق شیعه نشینش. شیعه یعنی کسانی که در عراق، مثلا در کربلا و نجف زندگی میکنند، اونایی که در بحرین زندگی میکنند، مثلا لبنان. سنی یعنی اینکه کسانی که در مثلا تاجیکستان زندگی میکنند، افغانستان، پاکستان، مثلا عربستان و غیره. خب این که نادرست است. الان ما نزدیک به 1.5 میلیارد الحمدلله مسلمان داریم. 75% پیروی مکتب اهل تسنن هستند و 25% شیعه. خب آیا این 75% که نزدیک به 1 میلیارد یا کمتر یا بیشتر می شود، اینها همه یعنی
نمایانگری مکتب اهل تسنن هستند؟ یعنی تعریف تسنن در ذهن شما این است؟ آیا شیعه یعنی به نظر شما این است که یعنی این 25% یعنی حالا اینها یعنی شیعیان اینان هستند؟ بی انصافی است. اگر مراد شما از شیعه و سنی این باشد، یعنی کسانی که در ایران هستند و چون پدر و مادرش مثلا شیعه بوده است این هم شیعه است، و کسانی که در بحرین هستند مثلا، و از شیعیان هم ماشاءالله فقط همین را می‌دونیم که اینها عزاداری میکنند و سینه میزنند و زنجیر میزنند و مزار میروند. و اگر مراد شما این است، نه من شیعه نیستم برادر، چون این شیعه نیستم. و همچنین اگر مراد شما از اهل تسنن یک همچنین معنایی باشد، یعنی همه کسانی که در تاجیکستان هستند، همه کسانی که در مثلا پاکستان هستند، همه کسانی که در عربستان هستند، نه این چنین سنی هم نیستن برادر. اهل تسنن یک تعریفی دارد، شیعه هم تعریفی دارد. اهل تسنن یعنی چی مثلا؟ خب در تعریفش گفتند کسی که قرآن و سنت پیامبر منبعی است، یعنی از این دو منبع پیروی میکند. خب اگر مراد این است، آره به این معنا من سنی هستم. چی کسی تابع قرآن و سنت پیامبر نیست؟ حتی شیعیان، مگر شیعیان منکری این هستند که منکری سنت پیامبر هستند؟ شیعیان هم به عنوان یک مسلمان میگویند ما تابع قرآن و سنتیم. آره تفاوتی که بین شیعه و سنی هست در این است، توجه بفرمایید، هر دو تابع قرآن و سنتند، با این تفاوت که اهل تسنن سنت پیامبر را، حالا این هم عرض کنم که سنت پیامبر یعنی قول، یعنی گفتار، کردار و تقریر پیامبر، این تعریفی سنت پیامبر است. فرق شیعه و سنی در این است که شیعیان برای خودشون یک منبع دارند که سنت پیامبر در اونجا متبلور است، معروف ترین کتاب‌هایشان کتاب‌های چهارگانه است. اهل تسنن هم همچنین، سنت پیامبر در منابع آنها که با عنوان سنن، صحاح معروف است، مشهورترینش هم صحاح سته، صحاح ششگانه است. البته دو تا از اینها صحیحند در نزد اهل تسنن. خب سنت پیامبر اونجا متبلور است. سنی ها سنت پیامبر رو از این منبع میگیرن، از منابع خودشون. شیعیان هم از منابع اختصاصی خودشون. هر دو تابع سنت پیامبر هستند. و از قضا این منابع در حدود 70 نزدیک 80% با هم مشابهند. خیلی از روایات لفظش، حتی لفظش تغییری نه، در لفظ ما تغییری نمیبینه. یکی از دانشمندان همین ایران، خدا رحمت کند، اسمش آیت الله میانجی بود، آمده تمامی منابع شیعه را با تمامی منابع اهل تسنن یک مقارنه و مقایسه تطبیقی انجام داده و یک جا گرد آورده. حدود 70% روایات احادیث با هم مشابهند، با این تفاوت که این روایات از طریق اهل بیت نقل شده است در شیعیان، در نزد شیعیان، و این روایت اهل تسنن از طرق صحابه نقل شده است. یعنی چنین نیست که اهل تسنن یعنی پیروی سنت پیامبر، شیعه یعنی نه، هر دو تابع سنت پیامبرند. متوجه هستید؟ حتی آنجا که شیعیان میگن ما تابع سنت ائمه هستیم، امامان هم هر چی که میگویند در نزد شیعیان میگن این سخن از پیامبر است.
چون این نیست که گویند این از پیش خودی ماست. اگر با این معنا مرادتان باشد که همه ما اهل تسنن هستیم، نباید فریبی عنوان خورد که با معنا سر و کار داریم. ما برادری عزیز، با این معنا والله بالله به خدا قسم من سنی هستم. اگر مراد از سنی پیروی سنت پیامبر باشد، تابع او پیروی سنت پیامبرم و الحمدلله سنی هستم. و وضوح من عرض میکنم. شیعه چیست؟ شیعه هم تعریفی دارد. مراد از شیعه، خود شیعه لفظی عربی است به معنای پیرو. شیعیان از آنجا شیعه نامیده میشوند که پیروی علی هستند. پیروی علی بودن هم یعنی در عرض پیروی از پیامبر نیست. پیروی از علی در نزد شیعه یعنی همان پیروی از پیامبر است. منتها پیامبر را از روزنی علی میشناسانیم. این از تعریف شیعه. حالا با این معنا خودی حضرت علی پیروی علی نیستید جناب عبدالله؟ شما مردانه رو بنویسید، بگید من شیعه نیستم به این معنا، یعنی پیروی علی نیستم. چی کسی؟ کدام اهل تسنن میگوید که من پیروی علی نیستم؟ متوجه هستید؟ دنبال عنوان و نام کی نیستیم ما. حالا من یک کتابی هست از یکی از دانشمندان شیعه به نام شیخ صدوق، کتابی دارد به نام صفات الشیعه، یعنی صفت‌های شیعیان. و چی کسی شیعه گفته می شود. من از آن کتاب و شما تنها یک روایت را می خوانم و منتظرم پاسخ بدید که به این معنا از شیعه شما شیعه نیستید. متوجه هستید؟ حالا این روایت را عرض کنم خدمتتون، بعد منتظرم که من